مردان، ما در این جهاد تنها هستیم. چند تا؟ مال کشیشون نقص نداره. خورشیدو به احمد خان بگو کشتی انگلیسی رسیدن. از عمال حکومت بوشهر و قوانین مزدور امید یاری نداریم. اونها ندونن گرفتن یک گاله کوچک برای ما از نوشتن یک نامه خیلی آسان. نه، من در بوشهر نمیرم. تکلیف منو دولت مرکزی معین میکنه، نه بالیوز دولت فخیمه انگلیس. حضرات ما رو به اجرای کاپیتولاسیون تهدید میکنن. خب معلومه محاکمه و مجازات ایرانی‌ها رو حق خودشون میدونن. کاپیتولاسیون در یک کشور مستقل و بی‌طرف. تا اونجا که ما پرسجو کردیم، یعنی اطراف اردوهاشون گشتی دادیم، لوازمشون تکمیله، مسلسل و توتای 7 پوندی دارن. عده‌شون هم نباید کمتر از 4-5 هزار نفر باشه. هندی ایمون نداره تو این آب و خاک بجنه. من برای تنگستون و دشتستون میکنم، اون برای چی بجنه؟ میدونی اینجا منطقه نظامی شده؟ خبر داری یا نه؟ اجازه کی؟ بی خود بعدا بهت بگو اینجا ملک مردم بوشهره. ما نمی جنگیم که چیزی به دست بیاریم، ما می جنگیم که چیزی از دست ندیم.